بدن کل زن شما عورت است. والحرة میگه کل بدنها الا وجه والکف والقدم. مسئله فقهی نمیگه بدن تمام زنهای آزاد بود، یعنی عورت است مگرم روش، کفی دستش، کفی پاش عورت نیست. خلاص عزیزانی من، اگر زن شما این بنده که دستش میدونه، بنده که دستش اگر شاده شاید نماز خدا قبول نمیکنه، این بندی دستی زن عورته، بگو کرتای چوزمدار کنه اینجاش محکم بیسته. برای چی زنک گوشه نمیکپد؟ برای چی مردا گوشه میرسونن؟ چون که مردها را در نماز خوندن برداشتن این بندای دستاش شاده شدن سنته. مردک باید که بندی دستش لباس اینجا باشد، این بندی دستش شاده شده باشد. زن برعکس این محکم باشد.